به این کثافت ببینین که چی میگه. از جامعه جهانی به خصوص قدرت‌های بزرگ دخیل در قضایای افغانستان میخوام اگر واقعا نگران امنیت خود و جهان هستند. چی گفتین؟ چی نفهمیدم؟ اگر چی؟ اگر واقعا نگران امنیت خود و جهان هستند. اگر واقعا نگران امنیت خود و جهان هستند، خود چی کنن؟ کلگی در دنیا میخواه که امنیت داشته باشه. آقای کرزی شما خو یک آدم بسیار فهمیده هستین، افغانستان آباد کردین، حال مشورای شما خو افغانستان گلستان جور کرد. خوب مشوره شما به یا چیست؟ به این قدرت های جهان که برای خود اگر امنیت میخواهند چی کنن؟ در این مرحله مهم و حیاتی برای ایجاد صلح و ثبات و عبور از وضع شکننده و دشوار کنونی با مردم افغانستان همکاری نمایند. برای از اینکه یک صلح و از این شرایط شکننده ما نجات بیافیم، ما افغانا با مردم افغانستان همکاری کنن. با مردم افغانستان همکاری چی مانا؟